وقتی که دولت‌ها دچار کسری بودجه میشن، یکی از راه‌های جبران کسری بودجه این هستش که برن از بانک مرکزی استقراض کنن. استقراض از بانک مرکزی معادل تورم. حالا وقتی که بخوان سمت تورم نرن، بعضی از دولت‌ها میان دست میکنن تو جیب مردم. یکی از راه‌های دست کردن در جیب مردم این هستش که بورس رو باد کنن، یک حبابی ایجاد بشه، تو اصطلاح اقتصادی بهش میگن حباب ژاپنی. از این حباب که از بخش غیر واقعی اقتصاده درآمد خودشون رو کسب کنن، دولت بکشه بیرون، مردم بدبخت باشن. مثال اتفاقی که در دوره قبل و سالهای گذشته اتفاق افتاد. اما یک اتفاق جالب در بحث رشد افتاده با وجود تحریم ها. تاکید میکنم با وجود تحریم ها ما شاهد رشد 10% در بخش نفتیم. با وجود تحریم ها ما شاهد رشد 3 برابری، تأکید میکنم 3 برابری در بخش صنعت هستیم. با وجود تحریم ها ما شاهد رشد حدود 7 برابری در بخش معدن هستیم. شما میدونید اغلب شرکت های بورسی معدنی هستند و صنعتی هستند. نکته قابل توجه این هستش که پس اگر دولت الان درش ما میبینیم که شاخص رشد کرده، مفهومش این هستش که بخش واقعی اقتصاد رشد مطلوبی داشته. لذا این شاخصی که من پیش بینی این هستش که بسیار بیشتر از اینها جلو خواهد رفت. این شاخص اگر رشدهای متوالی بیشتری هم داشته باشه، حادث از بخش واقعی اقتصاد بوده، حادث از حباب نبوده. لذا چه اتفاقی میفته؟ این هستش که رفاه به زودی بیش از آنچه که هست به جامعه به خصوص در حوزه بورسی تزریق خواهد شد انشالله.